به نام خدا سلام. من افشی حائری هستم. رسیدیم به درس سوم از ریاضی پایه دهم، رشته ریاضی و تجربی. میخوایم راجع به الگو و دنباله صحبت بکنیم. دو تا مفهومی که خیلی با هم مرتبط هستند و قراره که حالا انواع دنباله، الگوها، اینها رو با هم دیگه پیش ببریم. اما درس سوم الگو و دنباله. اول از همه یه یادآوری از الگو داشته باشیم بچه‌ها. هر عددی که پشت سر هر چند تا عددی که با یه نظم خاصی پشت سر هم می اومدن رو میگفتیم چی؟ الگو. مثلا 2 4 6 8 به این میگفتیم یک الگو. خب که حالا فعلا کاری با بقیه اجزاش نداره. ببینید الگو یک خصوصیتی داشت واسه ما میتونستیم واسه الگوها یک حالت فرمولی بنویسیم. خب پس ما میتونستیم فرمول الگو بنویسیم. مثلا فرمول این الگو چیه؟ 2 4 6 8. ببین یه مدل میتونستیم بگیم آقا مگه این ضرب در 2 نشده، مگه این ضرب در 2 نشده، این مدلی بریم جلو. یه مدل هم به اینا شماره میدادیم، میگفتیم این 1، این 2، این 3، این مثلا 3 بود، این 3، این 4، همینطوری تا آخر. میگفتیم شماره جمله، به اینا میگفتیم یه جمله الگو دیگه. شماره جمله‌مون رو ضرب در 2 کنیم به چی میرسیم؟ به عدد الگو میرسیم. از الان بعد میخوایم یه ذره ریاضی طورتر بگیم. با همین الگو من بخوام این چیزایی که نوشتم رو بنویسم، اگر اسم این الگو باشد A، اوکی، پس اسم این الگو 2 4 6 8 از این به بعد A یا آ. میگیم آ 1 یا آ اندیسه 1 چیه؟ 2. میگیم آ 2 آ اندیسه 2 4. ببین چی شد؟ حالا یا آ 2 میگیم یا آ اندیسه 2 میگیم، فرقی نمیکنه. یه جایی میگیم اندیسه رو میاریم که با توان قاطی نشه. پس آ 1 2 آ 2 4. یعنی چی؟ یعنی اولین جمله الگوی آ 2. ببین 1 2. دومین جمله الگوی آ چیه؟ 4. همینطوری میتونیم بنویسیم آ 3 چنده؟ 6. آ 4 چنده؟ 8. همینطوری اگه برم پایین آی ان چنده؟ جمله انوم. اگه یادتون باشه هفتم با این سر و کار داشتیم ما. جمله انوم الگو. خب یا بهش چی میگفتیم؟ فرمول الگو، یا بهش از این به بعد میگیم جمله عمومی. یعنی به جای ان هر عددی بذاریم به مقدارش میرسیم. پس جمله انوم یا جمله عمومی یا فرمول این الگومون چیه؟ ببین فرمولمون شماره جمله ضرب در 2 مگه نبود؟ مگه چیزی که پایین آه تو بخش اندیس قرار داره شماره جمله نیست؟ میشه n ضرب در 2 یا همان 2n. دیدی چی شد؟ تمام این حرفایی که ما فارسی میزدیم میگفتیم و کردیم در زبان ریاضی. پس جمله عمومی یا جمله انوم این الگو چی شد؟ آن مساوی 2n. بیا تستش کنیم. به جای n بذار 4. آ 4 باید بشه 2 ضرب در 4 میشه 8. شد یا نشد؟ پس به این صورت اوکی. پس اینو متوجه شدیم، به این نوع نوشتار پی بردیم و به این میگیم جمله انوم الگو، جمله عمومی الگو. اوکی. ببینید ما یک سری روش ها داریم برای پیدا کردن جمله عمومی. بستگی به نوع الگومون داره. ما میخوایم راجع به انواع الگو صحبت بکنیم. الگویی که فعلا میخوایم کار بکنیم الگوهای خطیه. پس اومدیم توی یه مبحث جدید، الگوهای خطی. دارم تلاش میکنم خطم هم بهتر کنم که بتونیم بهتر بنویسیم. الگوهای خطی. ببین الگو میدونی چیه؟ خطی هم باید یه ایده‌ای داشته باشی چیه.
اگر یادتون باشه ما معادله خط داشتیم. یه یادآوری بکنیم. یادآوری معادله خط. معادله خط چی بود؟ میگفتم آقا یه محور داریم، دستگاه مختصات، درسته؟ یک معادله‌ای وجود داشت به اسم y مساوی ax به علاوه b. تو یه سری، حالا خونده باشید توی سری کتاب‌های مدارس این رو به صورت mx به علاوه b هم می‌بینید، هیچ فرقی نداره. خب پس چی؟ یک همچین معادله‌ای داشتیم. از پارسال میدونیم این معادله یه همچین شکلی داره، یک خط راست. خب که این خط ایرگ است. اوکی. حالا تو فصل سوم با اینا خیلی سر و کار داریم، یا سوم یا چهارم، با توابع که سر و کار داشته باشیم تمام اینا میاد یکسان میشه. فعلا معادله خط، ما میدانستیم هر نقطه در این معادله توی y مساوی ax به علاوه b صدق میکنه. یعنی اگه اینجا نقطه صفر و صفر که نمیتونه باشه، اینجا مثلا نقطه 2 و 4 باشه، y مساوی با 2x به علاوه 1 باشه، این 2 و 5 باشه. این نقطه اگر 2 و 5 باشه، خط y 2x به علاوه 1 باشد، باید 5 مساوی 2 ضرب در 2 به علاوه 1 باشد. هست؟ پس این نقطه صدق میکنه. پس این شد تمام نقاط روی این خط y تو y مساوی ax به علاوه به صدق میکردن. یعنی چی؟ یه ذره به الگوت نگاه کن. الگوی ما چه ویژگی‌هایی داشت اینجا که داشتیم بررسی میکردیم؟ تمام نقاط یا تمام مقادیر الگو روی جمله عمومی صدق میکرد. یعنی همیشه جمله اول روی جمله A1 مساوی 2 ضرب در 1 AN مساوی 2N صدق میکرد. از این به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ یک سری الگوها خطی هستن، نه همه الگوها، ولی الگوهایی که به صورت ثابت جمع میشن یا ضرب میشن الگوهای خطی هستن. چی شد؟ پس ببین، یک سری الگوها مقادیرشون عین خصوصیت معادله خط، هر مقدارشون روی جمله عمومیشون صدق میکنه. پس یعنی چی؟ یعنی اگر من اون در واقع الگوی قبلی 2 4 6 8 رو بخوام بکشم روی محور مختصات، باید یه همچین چیزی بشه. حالا فرض خب این باید همان آن من باشد. چرا؟ چون هر نقطه روی این صدق میکنه. خب در نتیجه یه نتیجه‌ای بگیرم، پس همیشه تو همه الگوهای خطی آن مساویه با چیه؟ ام یا ها ام، من حالا این دفعه می‌نویسم ام ان به علاوه بی، یا آی ان. اینجا آ ضریب شیبه ها، حواستون باشه اینو با اون اشتباه نگیرید. آ ضرب در ان به علاوه بی. خب عین معادله خط. الگوهای خطی هم جمله عمومیشون این شکلیه. پس الگوهای خطی الگوهایی هستند که بنویسیم الگوهایی که جمله عمومی آنها تشکیل یک معادله خط میدهد. به اینا میگیم الگوهای چی؟ خطی. اوکی، تا اینجا ما تا صفحه 16 کتاب اومدیم. من همزمان که دارم بهتون میگم تلاش میکنم که حالا کتاب هم نگاه بندازم ببینم چیزی جا ننداخته باشه. اوکی، پس چی شد؟ پس آن مساوی ام ان به علاوه بی. حالا من اینجا دیگه از ان استفاده میکنم یا چی؟ میدونیم که ببین این حواستون باشه، حالا اینجا اسم الگوم آ بود، اینو بهتر این شکلی می نویسن تی ان مساوی آ ان به علاوه بی. ببین تی ان، آی ان، بی ان، ایکس ان، چه میدونم اف ان، همه اینها الگو هستن، اصلا مهم نیست. ببین اسم دهیه آی ان درسته، بی ان اون منفی نیست، اون صرفا یه حالت خط فاصله است. بی ان اوکیه برای اس،
تی ان اوکیه، چه میدونم اف ان اوکیه، جی ان اوکیه، ایکس ان اوکیه، هر چیزی که بخواید، ایگرگ ان اوکیه، زد ان اوکیه، هر چیزی که بخوایم میتونیم اسم بدیم، یه اندیس پایینش بذاریم میشه دنباله. اوکی. پس حالا اینو بهتر این شکلی می‌نویسیم، میگیم الگوهایی هستند که جمله عمومی آنها به صورت تی ان مساوی آن به علاوه 20 یا جمله عمومی آنها تشکیل یک معادله خط میدهد که میدانیم در آنها آ و ب عدد ثابت و تی ان و ان متغیر هستند. آ و ب میدانیم آشیب به عرض از مبدأ که ما تو الگوها چون جمله صفر نداریم به همیشه یه دونه قبل از جمله یکمه. خب ما هیچ وقت به ایگرگ مساوی ب نمیرسیم. حالا اینو جلوتر میریم میفهمیم. پس اینا الگوهای خطی هستن. همه الگوها اینطوری نیستن ها. یه سری الگوها غیر خطی هستن. حواسمون رو باید جمع کنیم. حالا میرسیم که صفحات جلوتر بهشون میرسیم و میبینیم که عرضم به حضور شما یک کوچولو باهاشون سر و کار خواهیم داشت که حالا ما فعلا الگوهای درجه 2 و اینها رو باهاش کار. بریم آقا بریم دیگه، من زیاد عرضم به حضور شما پرحرفی نکنم درس انجام. پس اینا شدن الگوهای خطی. یک سری اون وقت اتفاق میفته. ببین اگر ما الان میدونیم الگوی خطی چیه، خب الگوی خطی چیه، ما باید بتونیم چیکار کنیم؟ جمله عمومی پیدا کنیم. یه مثال بزنیم. الان متوجه میشید منظورم چیه. میگم آقا اگر در یک دنباله خطی، حالا یا الگوی خطی، دنباله خطی درست تره ولی حالا ما فعلا الگو خوندیم دیگه. اگر در یک الگوی خطی جمله چهارم برابر 17 و جمله دهم برابر 41 باشد، جمله عمومی را بیابید. واسه این دو تا روش میگم بهتون. ببینید ما داریم راجع به الگوی خطی صحبت میکنیم. الگوی خطی یعنی چی؟ یعنی تی ان یا هر چیزی مساوی است با آ ان به علاوه بی. اینو میدونیم. خب ببین گفتم هر جمله این الگوی خطی عملا یه نقطه روی اون خطه. یعنی چی؟ یعنی جمله چهارم اگر برابر 17 من یه نقطه 4 و 17 دارم. خب اگر جمله دهم برابر 41 من یه نقطه 10 و 41 دارم. بچه از الان به بعد من حالت ساده تر اینا رو می نویسم. ممکنه همیشه اینطوری ننویسم. به این میگن زوج مرتب. میخونیم توی یکی دو تا فصل دیگه. از الان به بعد من اینا رو این شکلی هم ممکنه بنویسم. 10 و 41. اگه یادتون باشه گفتم جلسه پیش چیزایی راجبش که گفتم تو بمیم ما اینطوری استفاده میکنیم، توی نقاط مختصات اینطوری استفاده میکنیم و عرضم به حضور شما که یه کار دیگه هم انجام میدادیم که یادم رفت. ما از اون پرانتز و کما در بازه ها هم استفاده میکردیم. الان یادم افتاد. پس این زوج مرتب با بازه اشتباه نگیرید. این همان نقطه است. یه روش دیگه این ایکس، این ایگرگه. تو زوج مرتب اینجوری هم نشونشون میدیم. اوکی. پس حالا حاشیه نریم. الگوم خطیه. نقطه دارم 4 و 17، نقطه دارم 10 و 41. دو تا روش داشتیم پارسا برای پیدا کردن. چی کار بکنم؟ میگم آقا من این اضافی ها رو از اینجا بردارم. یه روش چی بود؟ پاشیم بریم شیب خط رو پیدا کنیم. شیب خط چی بود؟ آ مساوی y2 منهای y1 x2 منهای x1. قبوله؟
یکی اینا رو بگرفتیم دو، یکی رو میگرفتیم یک. مثلا 41 منهای 17 10 منهای 4 چی میشه؟ اگه حساب بکنیم 41 منهای 17 10 تاش بره میشه 31، یکیش بره میشه چی؟ میشه 24. پایینم میشه 6 میشه. شی به من 4 است. خب پس آ 4. وی چنده؟ وی چنده؟ بی رو چجوری پیدا میکرد؟ میگم باشه مگر الان تا الان میدونیم. خب خیلی بد شد. تا الان میدونیم تی ان مساوی است با 4 n به علاوه b. یکی از نقطه ها رو قرار بده توش. به جای تی ان بذار 17، به جای n بذار 4. 4 ضرب در 4 به علاوه b. این دیگه چیه؟ این یه معادله معمولیه. حساب کنی b میشه 1. پس جمله عمومی دنباله من شد تی ان مساوی 4 n به علاوه 1. این روش اول بود. این یه روشه که ممکنه بعضی اوقات طول بکشه یا یه سری سخت باشه واسهتون. این روشی که پارسال خوندیم. یه روش دیگه هم داره. ما دو معادله دو مجهول داشتیم، دستگاه معادله داشتیم. میگفتیم مثلا 2x به علاوه y مساوی 3، مثلا 5x به علاوه 2y مساوی 6. خب اینا رو پیدا میکردیم. چجوری؟ یکی از یکی کم میکردیم، یه کاری میکردیم x و y رو قبلا به دست میبردیم. درسته؟ میگم آقا باشه، من میام از همین کلک استفاده میکنم. میگم مگه الان اینجا من دوتا نقطه ندارم ضریب ها رو میخوام، عملا همون میشه. میگم مگه یه نقطه هم 4 و 17 نیست؟ توی تی ان مساوی آینه به علاوه b قرارش میدم میشه 17 مساوی 4 n، ببخشید 4 آی ضرب در 4 دیگه، چه n گذاشتم 4 به علاوه b. قبوله؟ حالا آبی رو پیدا میکنم. خب یه معادله دیگه هم میخوام دارم 41 و 10. 41 مساوی است با 10 آی به علاوه b. این چی شد؟ کلکی که زدم قبلا x و y رو پیدا میکردم. میگم خب حالا x و y رو که داری آبی رو بیا با هم روش پیدا. خب اگه بخوام این کارو بکنم چجوری میشه؟ کافیه یه اینا واسه درس پارساله، کافیه پایینی از بالایی کم کنم. ببینیم چی میشه. 41 از 17 کم کنیم میدونیم میشه 24. 6 تا آ بیام از هم دیگه کم بشه حذف میشه. پس آ چنده؟ 4. بذار توی یکی از اون بالا بی به دست میاد. 1 آبی پیدا شد. تی ان مساوی است با 4 n به علاوه 1. از هر کدوم روشه که دوست داشتین میتونین بریم، هیچ مشکلی نداره. هر کدومی که بهتر درس. هر دوشو میشه استفاده کرد. پس به این صورت عرضم به حضور شما که یه وقتی هم ممکنه بگم مثلا جمله چه میدونم مثلا جمله 16 الگو رو بیابید. اون موقع چیکار کنم؟ مگه تی ان رو پیدا نکردی؟ به جای بذار 16 تی 16 مساوی است با 4 تا 16 به علاوه 1 میشه 65. اوکی؟ پس به این صورت اینا دنباله های خطی هست، الگوهای خطی هستن. بهشون دنباله خطی هم میگن. حالا یه وقتی من ممکنه اینا رو قاطی کنم. الان جلوتر دنباله رو بگم قشنگ دیگه کاری با الگو نداره. یه سری الگوها غیر خطی هستن. خب کتاب خیلی زیاد راجبشون صحبت نکرده. یک سری الگوها غیر خطی هستن. بس الگوی غیر خطی. ما امسال با الگوی درجه 2 یه کوچولو آشنا شدیم. الگوی درجه 2 یعنی چی؟ ببین این صرفا توضیح میدم، از کتابم یه ذره داره بیشتر میشه حتی، ولی یاد بگیرید. الگوی درجه 2 یعنی جمله عمومیش هست AN2 به علاوه BN به علاوه C. خب اینو ما فصل سوم بیشتر باش کار داریم، بیشتر متوجهش میشیم. خب پس الگوی درجه 2 اینه. کتاب صرفا کاری که انجام داده با شکل پیداش کرد. خب ببین عرضم به حضور شما مثلا کتاب یه شکل کشیده صفحه 18. خب صفحه 18 کتاب یه شکل کشیده، گفته آقا 1 2 3 4 5 یه دونشه 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 یه دونشه 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. این شکلی کشیده. مثلا این 1 این 2 این 3. خب ببین اینجا گفته صرفا با اون به قولی میشه گفت اون حس الگویابیتون بیاید پیدا کنید. خودش هم عملا اومده اینا رو جدا کرده که شما اینو بفهمی. ببین این وسط یه مربع کامله، قبوله؟ خب اینجا 4 تا از شماره جمله است. چی؟ TN مساوی چیه؟ عرضم به حضور شما یادم رفت، کمک. اوکی، TN مساوی چیه؟ میگم وسطی به اندازه شماره شکل به توان 2 رسیده. 1 به توان 2 1 2 به توان 2 4 3 به توان 2 9. پس میشه این 2 4 تا هم شماره شکل بهش اضافه شده. 4 تا کتاب در همین حد توضیح داده. خب همین قلم لازمه که شما یاد بگیرید. به هیچ وجه هم نخواسته که مثلا بین چند تا عدد برید الگوی چیزشو پیدا کنید. خودش هم حتی با شکل انجام داده و همین قدر از شما انتظار داره سالهای بعد بیشتر با الگوی درجه 2 آشنا بشید. پس همینا الگوی درجه 2 همین. یه کوچولو شاید مبهم بوده باشه ولی بعد فصل 3 در واقع اینو توضیح میداد به نظر من کتاب، که نداده متاسفانه. حالا پایین فصل 3. اما الگو رو ولش کن. آقا الگو بچگونه بود تا الان. دنباله چیه؟ دنباله اصل کاریه. خب ببین دنباله یعنی چی؟ رسیدیم بخش دیگه ای درسو. دنباله چیه؟ میگیم آقا هر تعداد عدد که پشت سر هم قرار گیرد دنباله گویی. مهم نیست الگو دارن یا نه، پشت سر هم قرار گرفتن دنبالن. خب مثلا 5 12 21 32 45 همینجوری میره بالا. اصلا مهم نیست توی یه الگو هستن یا نه. بعضی جمله بعضی اوقات یه دنباله الگو ندارد. اوکی، یک سری اوقات دنباله الگو ندارد، نمیشه براش جمله عمومی نوشت. خب پس دنباله در واقع این نمادی که من گفتم نماد دنباله بود. AN BN CN اینا در اصل نماد دنباله است. الگوها زیر مجموعه‌ای از دنباله هان. خب یک سری دنباله الگو دارن، یک سری ندارن. تو اونایی که الگو دارن باز الگو انواع داشت. اوکی، پس به این صورت اوکی، پس شد این. عرضم به حضور شما که اینم دنباله است. حالا یک دنباله میتونه عرضم به حضور شما حالتهای مختلفی داشته باشه. دنباله میتونه حسابی یا هندسی باشه که فکر میکنم درس بعد قراره بهش برسیم. آره دیگه کتاب همینجا کارو تموم کرده. پس ما این درس رو با تعریف دنباله به پایان میرسونیم. دنباله طبق تعریف کتاب اینه. یه تعریف کاملتر اگه براش بیارم، به مجموعه از اعداد پشت سر هم که با شماره جمله مرتب شده باشند دنباله میگویند. دنباله را با نمادهای AN BN CN که نشون دادم نمایش میدهیم که تو همه اینها اینو خواستم در نهایت برسم، N یک عدد طبیعی است. پس چی؟ T صفر نداریم، آی منفی 1 نداریم، فقط از A1 داریم تا AN. N عددی طبیعی است. امکان نداره مثلا چه میدونم بیه 1.5 نمیتونیم حساب کنیم. همچین جمله‌ای وجود نداره. جملات یک دنباله اعداد طبیعی هستند. پس به این صورت اوکی. این هم از این درس بعدی میریم سراغ انواع دنباله. امیدوارم که یاد گرفته باشید، پیش اومده باشید با من. تا درس بعدی، خدا نگهدار.